عباس صفوی معروف به شاه عباس بزرگ، توانمندترین حاکم صفوی، سال 978 هجری قمری در هرات به دنیا آمد. وقتی در 18 سالگی به پادشاهی رسید، دولت عثمانی و ازبک‌ها به ایران حمله کرده بودند. شاه عباس اول بنابر مصلحت با عثمانی‌ها صلح کرد و به دفع ازبک‌ها پرداخت. بعد از شکست دادن ازبک‌ها، پایتختش را از قزوین به اصفهان انتقال داد. سپس با دولت عثمانی جنگید و پیروز شد. شاه عباس سپاه پراکنده قزلباش را به ارتشی منظم و مجهز به سلاح‌های جدید تبدیل کرد و آن را سپاه شاه سبن نامید. شاه عباس از پیروان متعصب تشیع بود و به حضرت علی علیه السلام ارادت داشت. با این حال با پیروان ادیان دیگر مدارا می‌کرد و حتی در ساخت کلیسا در جلفای اصفهان کمک کرد. او بندرهای خلیج فارس از جمله بندر گنبرون، قشم و هرمز را از دست استعمارگران پرتغالی بیرون آورد. مردم هم به پاس خدمات شاه بندر گنبرون را بندر عباس نامیدند. رونق گرفتن تجارت با اروپا و چین، جایگاه یافتن علما و تعیین درجات فقهی، توجه ویژه به دانشمندان و هنرمندان، اختراع کاشی 7 رنگ و ساخت خیابان 4 باغ، عالیقاپو و نقش جهان از رویدادهای مهم دوران حکومت شاه عباس صفوی است. او که اصفهان را به نصف جهان و ایران را به کشوری قدرتمند و یکپارچه تبدیل کرده بود، در 59 سالگی از دنیا رفت. رهبر انقلاب درباره سلسله صفویه می‌فرمایند: صفویه بزرگترین حق را به دانش فقاهت و کلام شیعی دارند، چون آنها بودند که راه را باز کردند و علمای شیعی را در این سطح پرورش دادند.